او کسانی که در فکر و خیالتون وطن و ملت نیست. قسم به خدا فکر نکنید که همین دنیا ابدی است. فکر نکنید اصلا. در قصتون این چیز نبیه. رفتند و رویم و باز آیند و روند. همه ما و شما میریم. اما انتظار سختترین سوالهای باشین که ما و شما را میتیم. امروز درست است در فکر زندگیت باش. پدر داری، مادر داری، زن داری، خواهر داری، برادر داری، به همش برس. لیکن یک ذره وقتی خطا برای حفظ وطن، برای دفاع این امو راهی که هزاران جوانان خون دادن شهید شدن، برای او کم ترک وقت صرف کن. تماشابی نباش، سوالته نباش، تحقیر کن نباش، گپی پزدن نباش. برعکس بیا در این نفرها استاد چین. اگر در هر نقطه‌ای که کمبودی دارن، من امروز با چندین هموطنان صحبت میکنم، چی توسط شبکه‌های اینترنتی چی از نزدیک، همشون دنبال کمبودی. شما فلان مشکلی دارین برادر، هموطن، جوانی که ما را میشنوین، اگر در هر زینه مشکلی میبینین بیاین اصلاح بکنین. شما هم مسئول هستین. شما هم حق زندگی را در وطن دارین.